درویشی از کنار باغ کریم خان زند عبور میکنه. چشمش به شاه میفته، با دستش اشاره به شاه میکنه. کریم خان دستور میده که درویش رو بیارن داخل. ازش میپرسه که برای چی به من اشاره کردی؟ درویش میگه نام من کریمه، نام تو هم کریمه، نام خدا هم کریمه، آن کریم به تو چه داده و به من چه داده؟ کریم خان که در حال کشیدن قلیان بوده ازش میپرسه که من چی میخوای؟ درویش میگه همین قلیان برای من کافیه. چند روز بعد این قلیان رو به بازار میبره تا اونو بفروشه. کسی ازش این قلیان رو میخره که میخواسته بره نزد کریم خان زند و براش تحفه‌ای ببره. در نتیجه جیب درویش رو پر از سکه میکنه. روزها میگذره. چند ماه بعد درویش برای تشکر و قدردانی میره پیش کریم خان زند. چشمش به قلیان میفته. به کریم خان میگه نه تو کریمی نه من، کریم خداست که جیب منو پر از سکه کرد و قلیان تو هم سر جاشه. میخوام بهتون بگم که هیچ وقت برای خدا تعیین تکلیف نکنید که چطوری شما رو به هدفتون برسونه. در راه رسیدن هدف و آرزوهاتون خدا جوری کمکتون میکنه که خودتون هم باورتون نمیشه.